بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سبحانه وتعالى امروز درس عقیده است و در این درس إن شاء الله درباره عقیده خواهیم بیان برای چی خداوند ما را آفریده است. خداوند ما را آفریده است تا او را عبادت نماییم و به او کسی یا چیزی را شریک نسازیم، زیرا الله سبحانه و تعالی در قرآن خبر داده می گوید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس را، یعنی من انسان ها و جن ها را خلق نکردم مگر برای عبادتم. سوره زاریات. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. حق خداوند بر بندگانش این است که او را عبادت کند و به او کسی یا چیزی را شریک قرار ندهد، با روایت بخاری و مسلم. پس چگونه خداوند را عبادت نماییم؟ خداوند را چنان خالصانه به آن طرزی که او و پیامبرش صلی الله علیه و سلم امر کرده اند باید عبادت نماییم، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده میگویند من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. کسی که یک عملی را اجرا کند که در آن عمل موافق امر ما نیست، پس آن عمل مردود است، یعنی قبول نیست. و اینچنین خداوند خبر داده میگوید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. امر کرده نشده اند مگر اینکه خدا را خالصانه در دین اسلام عبادت کنند. پس برادران و خواهران، آیا خداوند را از روی ترس و امید باید عبادت کنیم؟ بله، از روی ترس و امید باید او را عبادت کنیم. او را از دوزخش ترسیده به جنتش امیدوار شده عبادت باید بکنیم. خیلی که خداوند میگوید ودعوه خوفا و طمعا، سوره الاعراف. خداوند را با ترس و امید عبادت کنید. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اسأل الله الجنة و اعوذ بک من النار. این دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که میگویند از خداوند بهشت را میپرسم و به او از عذاب دوزخش پناه میجویم، با روایت ابو داود. این بود کمی درباره عقیده. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.